مربی یوگا. امروز به مناسبت آخرین سه‌شنبه سال 1402 دوست دارم که مدیتیشن رهاسازی از افکار و ذهنیت هایی که سالیان ساله توی ذهنمون هست و لذت بودن در لحظه حال رو باعث میشه که ازمون بگیره با هم انجام بدیم. من این ویدیو رو برای چنل یوتیوب هم ریکورد میکنم و دوست دارم که شما هم انجامش بدید. در هر وضعیتی که راحت هستین بنشینید یا حتی میتونید خوابیده انجام بدید. مهم اینه که در طول انجام مدیتیشن راحت باشین و بتونین مدت زمانی بیشتری رو توی تمرین بمونید و به صدای درونتون آگاه باشین، ولی نمیخواد که عکس العمل خاصی بهش نشون بدین. اگر که جایتون خارش داشت، درد گرفت، گزگز کرد یا حتی اگر که سرفه‌ای داشتین بهش آگاه باشین، ولی اینها بازیگوشی‌های بدن هستش که دوست نداره یه جا متمرکز و آگاه باشه. دوست داره که به عناوین مختلف ذهن ما رو درگیر یه سری از مسائل بکنه. پس هر حسی رو که داشتین بهش آگاه باشین، ولی لزومی نداره که بهش ریاکشنی رو در طول مدت مدیتیشنتون انجام بدید. فقط تنها نکته‌ای که هست در مقابل عطسه، از نظر من لزومی نداره که جلوی خودتون رو بگیرین. عطسه داشتین عطستون رو انجام بدین. قبل از شروع تمرین مدیتیشن حفره‌های بینی رو شستشو بدین که کیفیت هوایی که وارد بدنتون میکنین خوب و ناب و دلپذیر باشه. اگه براتون مقدوره که در فضای بیرون از منزل در دل طبیعت باشین، مثل این صحنه‌ای که الان دارین توی این فیلم می‌بینین، انجامش بدین. اگه براتون مقدور نبود، سعی کنید که دمای هوا خوب باشه، نور مناسب باشه و همه چی مطلوب و دلچسب باشه براتون که بتونین دقایقی که در قراره که مدیتیشن رهاسازی رو انجام میدین و یک خورده تکونی حسابی رو انجام میدین برای شروع سال جدید که هفته آینده هست داشته باشیم. قبل از شروع تمرینمون اگه تجربه یوگا دارین که یه سری آماده سازی ها رو انجام بدین که بدن، بالا تنه مخصوصا آماده باشه، قفسه سینه، عضلات بین دنده‌ای آماده باشه تا بتونیم که زمانی که دم و بازدم هامون رو داریم میگیریم فضای خوبی رو بهش بدیم. اگه تجربه یوگا ندارین با من همراه بشین، یه سری نرمش‌هایی رو برای آماده سازی انجام بدیم. برای شروع تمرین کف دستامو جلوی قفسه سینه‌ام قرار میدم. حالت دستا به این صورت است، نه خیلی بازه نه خیلی بسته. شستم ما بین دو تا سینه‌ام در نظر میگیرم. آرنجام کاملا بازه، کف دستام کاملا به هم دیگه چسبیدن. چشامو میبندم. اگه چش بسته برام مطلوب نیست، چشام باز میذارم یا نیمه باز، ولی دیوار روبرو یا این فضای روبرومو نگاه میکنم و شروع میکنم به دم و بازدم های عادی، دم هایی که میگیرم و این هوای تازه رو وارد ریه ها میکنم و بدون اینکه مکسی توش داشته باشم بازدممو انجام میدم. هر بار که دارم دم بازدم انجام میدم آگاهیمو میارم به نرم بودنش، بی صدا بودنش و مسیرش رو رصد میکنم. این تکنیک اولین تکنیکیه که باعث میشه شما در لحظه حال حضور داشته باشین و برای لحظاتی ذهن بازیگوش و کنجکاومون رو که نگران آینده است یا دغدغه‌ای از گذشته رو داره با خودش هم میکنه تو لحظه حال مستقرش کنیم. پس آگاه در میشم به ریتم دم و بازدمم، به هوای تازه‌ای که وارد ریه ها میشه و هوایی که از حفره‌های بینیم از بدنم خارج میکنم. هر بار که دم میگیرم این هوای تازه رو احساسش میکنم و هر بار بازدم گرمای هوایی که پشت لبام احساس میکنم و درکش میکنم. دستامو میذارم روی پاهام بالای زانو. حالا چرا بالای زانو؟ برای اینکه قفسه سینه کاملا باز بشه، کتف‌ها از پشت به هم نزدیک بشه که بتونم فضای خیلی خوبی رو به ریه هام بدم، قفسه سینه‌ام باز بشه که بتونم وقتی دم یا بازدم دارم کامل پروسه رو انجام بدم. کف دستام کاملا روی پاهام هست، هیچ انقباضی در هیچ جای بدنم ندارم. نقطه اتصالم به زمین در هر پوزیشنی که هستم درکش میکنم. سعی میکنم ستون فقراتم کاملا در امتداد هم باشن، سر در راستای ستون فقرات بشه، چونه به موازات زمین باشه. دستامو از طرفین باز میکنم، دم میگیرم، دستامو میبرم بالا، حتی میتونم نگاه هم ببرم بالا رو نگاه میکنم، دستامو با بازدم میارم پایین. سرم میتونه همین روبرو باشه یا یه مقدار متمایلش کنم با دو
دوباره دم میگیرم میبرم بالا، بعدم صحبت میکنم طول دم و بازدمم بلندتر. ولی شما بدون مکس انجام بدین و حرکت دستاتون و حرکت سرتون رو با دم و بازدماتون یکی کنید تا این بالاتر یه مقدار اکتیوتر بشه، آماده بشه برای مدیتیشن. میتونید هر بار تا 10 بار این کار رو انجام بدید. دست راستم رو میذارم بالای زانوی چپم، قشنگ کتف و سرشونم میچرخونم. اگه برام مقدور بود دستم و دست چپم رو میبرم پشت، یه پیچ خوبی رو به ستون فقراتم میدم. قشنگ ستون فقراتم میکشم بالا، گردم و سر در راستای دستی که رفته عقب، نگاه نقطه تمرکزم در امتداد شستیه که دستش رفته عقب. اول سر رو برمیگردونم، دستی که رفته عقب رو برمیگردونم، پیچشم رو تموم میکنم، دستامو رها میکنم. مجدد دست چپم رو میذارم بالای زانوی راستم، قشنگ ستون فقراتم میکشم بالا، دست راستم رو بلند میکنم در راستای سرشونه ها، میپیچم. همین زمان که دارم میپیچم قشنگ ستون فقراتم رو استوار نگه میدم، سرم رو میچرخونم، نگاه همون میبرم سمت انگشت شستی که دستش عقبه، سرم رو برمیگردم، نگاه همون برمیگردم، دستی که رفته عقب رو برمیگردم، آزادش میکنم. حسی که الان تجربه کردم و بهش آگاه میشم، ناظرش میشم و خودم آماده میکنم برای مدیتیشن. ابزاری که برای مدیتیشن لازم داریم اینه که لطفاً یک کاغذ و خودکار حالا مدادی همراهتون باشه. یه سری موارد رو در طول مدیتیشن ازتون میخوام که توی ذهنتون انجام بدین. بعد از مدیتیشنتون لطفاً اون افکار و ذهنیتی که حالا براتون مرور کردم و یادداشت کنین و قدم‌های بعدی رو بعد از پایان مدیتیشن بهتون میگم. می‌نشینم، حالا من نشسته رو انتخاب کردم، شما در هر پوزیشن رو که راحتین مدیتیشنتون رو شروع کنید. چشمامو میبندم، دستامو گذاشتم بالای زانوهام، چونم به موازات زمینه، قشنگ ستون فقراتمو در امتداد هم قرار گرفتم، این فضای خوبی رو به ریه هام دادم، حتی یه تکونی میدم به خودم، دم میگیرم، آگاهیمو میارم به هوایی که وارد بدنم میشه، بازدم، هوایی که از بدنم خارج میشه، دم میگیرم، این خنکی هوا رو احساسش میکنم، با بازدم گرمای هوایی که از حفره‌های بینیم بالای لبم میخوره رو درکش میکنم، دم میگیرم، بازدم، همزمان آگاهیمو میارم به کف دستم، دم میگیرم، بازدم، همزمان آگاهیمو میارم به هوایی که به پوستم در تماسه، دم میگیرم، با بازدم نقطه اتصالم به زمین و بهش آگاه میشم، دم میگیرم، توی ذهنم با خودم مرور میکنم چه چیزی رو باید رها کنم. هر ذهن و فکری که اومد توی ذهنم بدون قضاوت فقط بهش آگاه میشم. مجدد دم میگیرم، بازدم انجام میدم، با هر دم آگاهیمو میبرم به سمت ستون فقراتم و با بازدم هوایی که از حفره‌های بینیم خارج میشه بهش آگاه میشه. یک بار دیگه توی ذهنم از خودم، در سکوت خودم، در خلوت خودم میپرسم چه چیزی رو باید رها کنم. هر چیزی که از لایه‌های افکارم بیرون زد فقط بهش آگاه میشم بدون قضاوت، بدون پاسخ دادن بهش. دم میگیرم، با بازدم آگاهیمو میارم به کتفا و سرشونه‌هام که رول نشه به سمت جلو، فضای خوبی به ریه هام داده بشه. دم میگیرم، با بازدم آگاه میشم به فکم که روحم فشار نمیدم، آزاد و رهاست. دم میگیرم، با بازدم آگاهیمو میارم بین دوتا ابروم که اخم نکردم، کاملا ریلکسه. دم میگیرم و همچنان که در حالت مدیتیشن موندم و تکونی به بدنم نمیدم، بازدمم رو انجام میدم. هر بار با دم آسوده تر در این پوزیشن میمونم و رهاتر در لحظه حال.
مجدد تو افکارم از خودم میپرسم چه چیزی رو باید رها کنم. میتونه این شخص باشه، میتونه یک خاطره باشه، میتونه یه شغل باشه، میتونه هر چیزی که توی ذهن شما باشه، یک وسیله باشه. هر آنچه که به ذهنتون اومد فقط بهش آگاه باشید. دم میگیرم با بازدم، لحظه حال رو بیشتر تجربه میکنم. ذهنم رو در این لحظه، در این نقطه آگاهش میکنم. دم میگیرم با بازدم، ریتم نفسام، تکون خوردن قفسه سینه‌ام، نرم بودن تنفسم، بی صدا بودنش رو تجربه میکنم، بهش آگاه میشم. شما میتونید در این حالت تا هر زمانی که دوست دارین دم و بازدم های عادی نرم و لطیفتون رو ادامه بدین و هر بار که آماده بودین در ذهنتون از خودتون بپرسید چه چیزی رو باید رها کنید و بدون اینکه بهش قضاوتی داشته باشین، بدون اینکه بهش رنگی رو بدین، بدون اینکه بهش شکلی رو بدین، حجمی رو بدین، فقط بهش آگاه باشین که تو اون لحظه چه چیزی برای رهاسازی به ذهنتون به لایه‌های بیرونیش کشیده شد. میتونه اینا از اعماق افکارتون باشه، از چیزایی که تجربه کردین، از اشخاصی که در طول زندگیتون دیدار داشتین، از تجربه روابطی که داشتین. میتونه خیلی چیزا باشه، بدون قضاوت فقط بهش آگاه باشین. هر زمان که آماده بودین و خواستین تمرینتون رو تموم کنین، سرشوناتون رو به بالا بدین، به عقب بدین، یه تکونی به دستاتون بدین و این آزادی و رهایی رو بعد از مدیتیشن مجدد تجربه کنید. دستاتون رو بیارین جلوی قلبتون، روی قفسه سینه‌تون. از ذهن رهای من که اسمم رهاست، به ذهن تک تک شما که این ویدیو رو میبینید و تلاش میکنید که در لحظه حال حضور داشته باشید، ناماسته. از ذهن رهای رها به تک تک شما که این ویدیو رو میبینید، با دوستاتون به اشتراک میذارید و خودتون رو آماده میکنیم برای شروع سال جدید با ذهنی حاضر در لحظه حال، با دور ریختن یه سری از افکاری که هیچ جایی تو ذهن ما ندارن ولی ما حملشون میکنیم با خودمون و تجربه لحظه حال رو از خودمون دریغ میکنیم با فکر کردن، با بودن در تجرباتی که دیگه مال الان نیستن. دوست دارم مدیتیشن بهتون کمک کنم که شما با لایه سطحی از و عمیق از چیزایی که برای رها کنین آشنا باشید. قدم بعدی بعد از مدیتیشن می‌بینید که تمام هر آنچه که به ذهنتون خطور کرد و روی کاغذ پیاده کنین و بنویسین. ممکنه که یک مورد، 2 مورد، 3 مورد، 5 مورد و خیلی موارد دیگه‌ای باشه. بعد از اون صفحه بعدی شروع کنیم به اینکه اصلا چرا باید این موارد رو رها کنیم، یادداشتش کنیم. یادداشت کنیم که چرا باید این رهاسازی رو انجام بدیم، علت‌هاش رو خودتون برای خودتون پیدا کنیم. بزرگترین تراپیستی که میتونه به شما کمک کنه خودتون هستین. بزرگترین و مهمترین لایف استایل کوچ خودتون هستین که در مدیتیشن اون مواردی که برای رها کنین در ذهنتون برای خودتون پیش میاد، آگاه میشین. بعد از مدیتیشن یادداشتش میکنین. مرحله دوم که به چه علتی باید من این رهاسازی رو داشته باشم، میتونه علتهای مختلفی داشته باشه. مهمترینش اینه که حضور در لحظه حال رو از شما میگیره با فکر کردن، در موندن در اون خاطرات، در اون اشخاص، در اون موقعیت ها، یا دغدغه‌ای که اصلا مال گذشته نیستن، مال حالم نیستن، مال آیندن و ما هنوزش تجربه از لحظه بعدیمون نداریم ولی با خودمون داریم حمل می‌کنیم. همه اینا رو یادداشت کنید، علتاش هم یادداشت کنید. مرحله سوم و مهمترینش اقدام کردنه. به چه دلیلی دلایلش رو پیدا کنیم. خب بعد چه کار کنیم برای دلایل؟ بعد براش اقدام کنیم دیگه. اقداماتی که می‌خوایم برای این رهاسازی هم انجام بدیم یادداشت کنیم. میتونه برای هر مورد چندین تا اقدام وجود داشته باشه. و در نهایت که حالا چه چیزی رو باید رها کنم، تا چه علتی باید رها کنم، چه اقدامی باید براش انجام بدم. در کنار اینا و مهمتر از همه این هستش که شروع کنم از همین لحظه بذرش رو در ذهن خودم با آگاهی که با مدیتیشن در خودم ایجاد میکنم، این تمرین رو در هفته 2 بار انجام بدم در هر فضایی که باهاش راحتم، بدون قضاوت خودم،
و این سوال رو همیشه از خودم بپرسم چی رو باید رها کنم، چرا باید رها کنم، برای رهاسازیش چه اقدامی رو کنم و انجامش بدیم. مدیتیشن رو انجام بدین. هر سوالی داشتین توی کامنت ازم بپرسین. با هر کسی که فکر میکنین که برای شروع سال جدید لازمه که بیشتر تجربه حضور در لحظه حال رو داشته باشه به اشتراک بذارین. هر کمکی که از دستم برم بیاد برای اینکه شما تجربه خیلی خوبی رو از مدیتیشن داشته باشین و بتونین در لحظه حال تجربات بی‌نظیر رو داشته باشین و خودتون رو بدون قضاوت ببینین و به رهاسازیتون هیچ رنگ و لعاب خاصی ندید. کاملا فقط بهش آگاه باشید و در کمال آگاهی براش دلایل آگاهانه داشته باشین و خیلی آگاهانه براش اقدام کنین و در نتیجه اقدامتون رو به یک نتیجه خوب برسونین که کاملا رها کنین و کاملا در لحظه حال حضور داشته باشین. قدر تک تک این نفس‌هایی که میکشیم هر روز صبح به لطف این هوایی که ما نفس میکشیم وارد ریه‌هامون میکنیم و بازدم زنده ایم، پس قدرش رو بدونیم. امیدوارم که این سه‌شنبه پایانی سال خیلی بهتون خوش بگذره و شروع سال جدید واقعا با خونه تکونی که توی ذهنتون خودتون با کمک خودتون دارین انجام میدین. هر روز 2 نوبت برای مدیتیشنتون وقت بذارین و تجربه حضور در لحظه حال رو بیارین تو زندگی 24 ساعته شبانه روزتون، نه فقط روی مت یوگا، نه فقط در زمانی که دارین مدیتیشن میکنین. بزرگترین و با ارزشترین دارایی که ما داریم آگاهیه و بعد سلامتی. آگاه باشین از این نعمتی که داریم، آگاه باشین به سلامتی که داریم، آگاه باشین به تک تک نفسایی که داریم میکشیم و روزگارمون رو سپری میکنیم. پس جایی برای این نیستش که چیزی روی هم تلمبار کنیم و همونطور که خونمون رو نونوار میکنیم، گرد و غبارش رو بی‌تکونیم، الان بهترین وقت ساله که برای شروع سال جدید گرد و غبار ذهنمون رو یه تکونی بهش بدیم، رنگ و لعاب خوب و باحالی بهش بدیم و اون چیزی نیست جز این که در لحظه حال